تو این ویدیو میخوایم همه چیز رو در مورد کپی رایت بررسی کنیم. سلام، میسیز وردپرس هستم و جلسه 4مونه که میخوایم در مورد کپی رایت هر چیزی که میدونیم رو 0 تا 100 توی یوتیوب بررسی کنیم. خب برای این کار من همه با اینجا آشنا هستیم، پنل کاربریمون هستش و همیشه میایم توی کدوم قسمت؟ توی قسمت یوتیوب استودیو، چون که توی این پنل وجود داره و من میخوام از اینجا براتون بررسیش بکنم. خب یه سری از اینا رو ما با هم دیگه بررسی کردیم به جز این قسمت کپی رایت. میخوام راجع به کپی رایت صحبت کنم. وقتی که روش کلیک میکنیم، چون من تازه فعالیتم رو شروع کردم با این کانال، برای من هیچ محتوایی اینجا نمیاره، ولی در صورتی که کس دیگه ای حالا شبیه یه ویدیوی من یا مثلا ویدیوی منو برداشته دانلود کرده و موزیک گذاشته روش یا صداشو عوض کرده یا زیرنویس اضافه کرده یا هر چیز دیگه ای استفاده کرده از ویدیوی من، برای من اینجا توی قسمت کپی رایت توی یوتیوب استودیوی من به نمایش گذاشته میشه. خب که من 3 تا کار میتونم انجام بدم: یا بهش پیام بفرستم، ایمیل بفرستم، بگم که این ویدیویی که از کانال من برداشتی رو از توی کانالت پاک بکن. دومی راهی که میتونم بهش بگم اینه که مستقیما درخواست برداشتن ویدیو و حذف ویدیو رو بهش بدم و یوتیوب 7 روز فرصت میده به اون شخص تا اون ویدیویی که من درخواست دادم رو دیلیت کنه. در غیر این صورت یه دونه هشدار میده به اون چنلی که ویدیوی من رو برداشته گذاشته توی چنل خودش. و سومین کاری که میتونم انجام بدم اینه که آرشیوش کنم، بگم اوکی مثلا یه سری از کانال های نوپا هستن که هنوز بلد نیست، هنوز هیچ محتوایی وارد نکرده توی کانالش و حالا مثلا یه دونه این ویدیوی من رو برداشته گذاشته، مثلا من اونو دیگه کاریش ندارم. ولی برعکسش میخوام بگم که در مورد ما اینطوری صدق نمیکنه دوستان. اگر ما ویدیوی کپی دار برداریم بذاریم، برای ما چند تا اتفاق میافته. مستقیما خود یوتیوب میاد میگه که ما متوجه شدیم که این ویدیو شما دقیقاً عین ویدیوی میگه دقیقاً که کدوم دقیقه تا کدوم دقیقهش هم شبیه به ویدیوی یک کانال دیگه ای هستش و به تو فرصت میده اولین اخطار رو به تو میده. اگه 3 تا اخطار پشت سر هم بشه، کلهم اون کانالی که زدی فرقی نمیکنه چند وقت داری فعالیت میکنی، کلا پاک میشه و قابل بازیابی هم نیست. اینو بهش خیلی توجه کن. و کل محور یوتیوب روی محتوا میچرخه، یعنی شما اگر محتوایی برای ارائه نداشته باشی نمیتونی توی یوتیوب هم فعالیت کنی. توی پارت بعدی میخوام همین رو به توضیح بدم که از کجا ایده برای محتواست پیدا بکنی و چطوری تولید محتوای حرفه‌ای داشته باشی از این به بعد. پس تا اینجا شد. اگر ما ویدیویی رو یا حالا عکسی رو یا آهنگی رو، هر نوع محتوای دیجیتالی رو کپی استفاده بکنیم داخل کانالمون، چه اتفاقی میفته؟ اولین کاری که میکنه یوتیوب به ما اخطار میده، میگه که ما متوجه شدیم که از این دقیقه تا این دقیقه این ویدیو شما از یک کانال دیگه ایه. یا حتی مثلا شخص یه دوره دیده، دوره بورس دیده توی یه سایت دیگه ای، مثلا تو فرادرس یه دوره دیده و اومده همون رو مثلا وایسش رو عوض کرده با صدای خودش و یک زیرنویس بهش اضافه کرده گذاشته توی چنلش و خیلی راحت اگر که اون شخص مدرس بیاد بزنه که این کپی از محتوای منه، یوتیوب خودش بررسی میکنه با اون موتورهای جستجوگری که داره و تطابق میده، خیلی راحت متوجه موضوع میشه و به شما اخطار رو میده. خب حالا چیکار کنیم که هیچ محتوای کپی نداشته باشیم؟ مثلا یه کار دیگه ای هم که این رو اول بگم بعد بریم سراغ اون.
یه کار دیگه هم که یوتیوب میتونه با من انجام بده اینه که میره توی قسمت کپی رایت اون کانالی که ما ازش محتواش رو کپی کردیم مینویسه و میتونه چند تا کار با من انجام بده. بگه که هرچی پول تا الان در آوردی از این ویدیویی که از من کپی کردی باید بیا توی حساب من، که این بهترین حالت ممکنه. در غیر این صورت شما 7 روز فرصت داری که اون ویدیو رو پاک کنی. در غیر این صورت شما اولین اخطار رو از یوتیوب میگیری. 3 تا اخطار بشه کلا چنلت رو پاک میکنه. خب حالا چیکار بکنیم که محتوای کپی نذاریم توی سایتمون، توی کانالمون؟ بچه‌ها یه سری از محتواها کپی نیستن. مثل چی؟ مثلا من میخوام مثال بزنم براتون، بگم که من یک یوتیوبر ایرانی میشناسم که درآمدش خیلی خوبه، ما میتونیم عین این شخص بیایم فعالیت بکنیم. من رفته بودم توی استودیو داشتم پیست میکردم که اشتباه بود. خب مثلا چنل فرشاد سایلنت رو برای من آورده، یکی از پردرآمدترین یوتیوبرهای ایرانی هستش. خب مثلا من میخوام یه تیکه از این ویدیو بردارم بگم که میتونید عین این شخص اینطوری فعالیت بکنید، بهتون آموزشش رو بدم. خب این محتوا کپی حساب نمیشه. شما داری کپی میکنی ولی داری حق اون شخص رو هم رعایت میکنی. امیدوارم متوجه این قسمت شده باشی. و عکس هایی که مثل عکس هنرمندا، مثل سلبریتی ها، مثل افرادی که حالا خوانندن، رئیس جمهور، اینایی که در مورد خبر هستن هم شما میتونی ازشون استفاده بکنی، چون آدمایی هستن که دیگه کپی رایت بر نمیخوره به این آدما و این موضوعات. حالا چیکار کنیم که کلا محتوایی که میخوایم بذاریم خیالمون راحت باشه که کپی نیستش؟ دوستان من میخوام توی پارت بعدی بهتون آدیو لایبرری رو یاد بدم که از چجوری باید استفاده کنیم ازش، و میخوام بگم که شما میتونید آهنگ بذارید، چون آهنگ بیشتر حساسه روش خود یوتیوب. شما میتونی از آهنگ استفاده بکنی بدون اینکه حالا کپی رایت بخوری. شاید بیاد توی ذهنت خب من میرم سرچ میکنم آهنگایی که بدون کپی رایت هستن رو در میارم. خب دانلود آهنگ بدون کپی رایت خب وجود داره، نمیگم وجود نداره، ولی مثلا بعدا متوجه میشی، بعدا که استفاده کردی از این آهنگ متوجه میشی که خواننده‌اش یا حالا نوازنده‌اش به این شرطی نوشته بوده این استفاده از این آهنگ رایگانه که مثلا چنل شما هنوز به درآمد نرسیده باشه. به شرط و شروط‌های خاصی نوشته بوده که موقعی که داری دانلود میکنی از این سایت ها و استفاده میکنی به چشت نمیاد و استفاده میکنی، بعدا متوجه میشی که طرف میاد تمام محتواهایی که با اون آهنگ منتشر کرده بودی رو، هر هزینه که بابتش دریافت کردی رو برای خودش میکنه. خب پس ریسک نمیکنی، مخصوصا در مورد آهنگ که میایم از توی آدیو لایبرری در میاریم. حالا راجع به این بیشتر بهتون توضیح میدم که چطوری باید باهاش کار بکنیم. و عکس هم بچه‌ها برای عکس خیلی خیلی راحت میتونیم از چت جی پی تی استفاده کنیم. خب یا اکانت پرمیوم کنوا خودش میاد بهمون روزانه فکر کنم 12,000 تا عکس میذاره تولید کنیم رایگان باهاش، و ما میتونیم این کار با همون کنوایی که بهتون آموزش دادم انجام بدیم یا با چت جی پی تی. با این اوصاف دیگه پیدا کردن عکس برای ما سخت نیستش. آهنگ هم که خود مشکلش رو یوتیوب استودیو حل کرده، میمونه تولید محتوای ویدیویی که در این باره میخوام بگم که خودت باید تولید محتوای ویدیویی رو انجام بدی. در غیر این صورت هر کار دیگه انجام بدی، هر جور دیگه‌ای بخوای دور بزنی یوتیوب رو، یوتیوب متوجه میشه و متاسفانه مانع ادامه فعالیت شما میشه.
توی پارت بعدی با من همراه باش تا بهت بگم که از آدیو لایبرری چجوری میتونی استفاده کنی.